ببینیم که در این بافت و قالب خلقت ابرو در اون جایی که برش تعیین شده با اون نقش و نگار، البته با زیبایی های مختلفی که از یک انسان به انسان دیگه می داشته باشد، هیچ ابرو از جای خود شد خورده نمی‌کنه. آزرقی از چشم ها، این چشم های ما مگر چه نوع قاعده خلقت است که هیچ از جای خود شد نمیخورد. اگر این چشم ها باید در کاسه سر در فرق سر باشد، گاهی وقتا سر شانه ها باشد، که اگر تقسیم بندی اعضا بر حسب تصادف باشه و هیچ کدام دستی به حکم خدا که میگه ثم سواه، باز خدا جو میگه ما این هر عضو را برابر کردیم، میان تحت نظارت ما اتفاق افتیده. اگر این حکم پروردگار نمی بود و هر حجره به حجره زیر یک قانونمندی و امر پروردگار حرکت نمیکرد، باید چشم ها بسیار بسیار کیفیت‌های عجیب می داشت. چرا اصلا دو چشم باشه؟ مگر نمیشه یک چشم می داشتیم؟ گاهن بین پیشانی ما می بود، یا در فرق سر می بود، یا سر شانه ها می بود، یا در پس کله می بود چشمای ما. کل انسان ها فقط قالبشان در پیشانی چشم است. چه رقم تصادف است که هیچ واریانت دیگه دیده نمیشه. دیگه به همین ترتیب هر عضو دیگره هرگاه همچو تحقیق و تتبع یک جزئی از سرشت ما شود و این تمرین بکنیم که خدای متعال 2500 آیت خدا در قرآن شریف به این محور فرستاده و پیغمبر خدا علیه السلام یک ساعتش برابر 60 سال عبادت میگه. اینا برادرها ایمان تجربی است یا توحید علمی است. مثل که خدا میفرماید میگه فعلم انه لا اله الا الله، علما بفهمی که غیر از او دیگه هیچ خدایی نیست، هیچ موجودی، هیچ قدرتی در این هستی نفوذ نداره، هیچ کسی دیگه تصرف نداره، هیچ کسی در ادعای شکل نمیکنه، ثابت نمیکنه. هرگاه ما این تجربه علمی را و بالاخره عملی از این را تعقیب کرده بریم، ما یقینه که خدا جو وعده میکنه، علم و یقین به قلب انسان جای میگیره و انسان از دایره شک بیرون میشه.